سلام و درود به پایان دوستان عزیز، مردم مسلمان خصوصا مردم تاجیکستان. رحمت خدا که طول 3 روز که ما الحمدلله درد رنج سنجش های پروردگاری هسته در وجود ما، چقدر ما را دعای نیک میکنه. خداوند از همه راضی باشه. میندار هستم برای دستگیریتون، پدران مادران، برای دعاهای نیکتون از همتون میندارم. یک خبر خوش داشتم در حالت این غمگینی که در سرنوشت پروردگار است. یک خبر خوش داشتم که خواستم برای شما باز بکنیم ان شاء الله. کلمه که شرایط مقصد امکانیتی رفتن بر خانه خدا داره دوستان عزیز. بخیزم خوبتر است دوستان. الحمدلله امروز خبر اومد شخصایی که ما الحمدلله تا امروز از شرکت صلاح عمره، باز میگم از شرکت صلاح عمره به حج روی میکردیم. خصوصا از همون شرکت خودمون رفتیم تا یک 50-60 آدم روی کردیم الحمدلله. با یعنی به طریق پیشترک و کمتر کمبودیای به دستیابی راه بلدو هم خیلی کمبودی بود. الحمدلله امروز پره کردن، مستحکم کردن، یعنی که با باوری توم الحمدلله میتونی با خانه خدا روی. باز میگم رقمای در روی اکران میبینی 925 36 92 92. این رقم واتساپ های، این تلفنیش کار نمیکنه، برای بسیار زنگ میزنن. واتساپ های، در هم واتساپ زنگ زنی ان شاء الله. قاری آیت الله هست که همه شما میشناسیش، در اینستاگرام فعال است دوستان عزیز. میتونی به حاضر به تمام یعنی باوری ان شاء الله با هم صحبت شه. از من نرخ نواش رو میگم که هر زمان نرخ پرسید دوستان عزیز. فقط از من اعلان میکنم برای گراجدانای روسیه دوستان عزیز، به حج رفتن، به حج رفتنی حج عمره، حج فرضی نیست، معین، یعنی که معین در یگان جا تعالی نیست که حج فرضی نرخ نواش چقدر است. و یگان کس مقصد باوری مقصد به مستحکم نداره که حج فرضی چقدر است و چقدر گارانتی داره رفته آمدنش. اما حج عمرش اولش پروردگار و حج ان شاء الله باوری. گراجدانی که کلمه که پاسپورت روسی سرخی داره. خب گراجدانی روسیه 15 روزه اگر بخواهی بره، حوزی با روسی نیست، با دلار میکننش، برای که دلار پس بلنده، برای ریسک نکنن، نه ای شما بسوزن نه ای بیو، با دلار میکننش. 15 روزه بخواهی بره دوستان عزیز، 15 روزش 1250 دلار، یعنی همش راس خودش ویزا همه طرفه راس خودش کرامی ابی، کرامی یعنی که هم خورد و خوراکش 1250 دلار میره. 15 روز میسته میبیی. اگر بخواهی که یه ماه بره، یعنی رمضان پول نیده همجا بگذارنه، 1500 دلار 1500 دلار میتی دوستان. یک ماه میبرن با جای خوب، با ویزا، با گاستنیتسا، همه طرفا معین میکنن ان شاء الله. یک ماه شما هم بگیم چی میگیم، 1500 دلار هم یورو میتی، رو که برو که میره میوی. کدوم گراجدانی روسیه خود تاجیکستان، ازبکستان، از کدوم گوشه کنار دنیای نباشه، گراجدانی پاسپورت روسیه که داره همایو 1500 دلار میتی دوستان. ابی تو اوجن завтрак مقصد همه گاستنیسه مدینه، گاستنیسه های مکه، همه طرفا از حسابی کارخونه صلاح عمره میشه دوستان عزیز. بعدا گراجدانی تاجیکستان گوش کنید که گراجدانی تاجیکستان دوستان عزیز از ازبکستان، از تاشکند میپره. باز میگم از تاشکند میپره. نرخ نوارا گوش کنید. شهروندایی که گراجدانی تاجیکستان دارن، یعنی که 15 روزه شو 2500 دلار، 15 روزه شو 2500 دلار. اما خورد و خوراک هم در درونشون میدروید. کدومی که شهروند تاجیکستان هستی 2500 دلار دوره، خورد و خوراک هم میدروید. چی رسخود دوره گاستنیسای مدینه، گاستنیسای مکه، یعنی که جایی که خوب شدن تامین میکنن، ویزا همه طرفا 2500 دلار فقط 15 روزش. اگر بخواهی که یه ماه بره 3000 دلار، یعنی 500 دلار دیگه باز زیاد میتی، 3000 دلار همه چیزش در درونش. خوب بعد میگم دوستان عزیز، گراجدانی روسیه اگر که بخوای 15 روزه نداره خورد و خوراک، اگر بخوای یه ماه خورد و خوراک داره، یعنی که 250 دلار دیگه زیاد میشه. خیال میکنم که فهمونده تونستم دوستان عزیز. الحمدلله ما قرار داریم در مترو لوبلینا، در پیش همین مترو لوبلینا 3 مینوت راه ای بالا میاید از این سفیدوار. الحمدلله تاجیکان هجام ما جای خودمون داریم، داروهای خودمون داریم، الحمدلله متخصصای خودمون داریم. خودتون الحمدلله چقدر میشناسید. الحمدلله ما چی بگم در خدمت خلق هستیم همه طرفا. واسه که ما خدمت میکنیم، باید کار کنیم، هجامه میکنیم، مساج میکنیم. شخصایی که مقصد در خانه‌ها 6 7 کسی 15 کسی 20 کسی پاتنت نداره، دکومنت نداره، زن هست مرد هست، میتونه دمیر مقصد دمو مراجعه کنه ان شاء الله. با هم جواتون میریم. رقمای ما این همینا هستن. من یورا در روی اکران مونده نمیتونم، به خاطر که من این موضوع رکلام دارم حج عمره را، با هم خاطر زنگ زنه ان شاء الله ما میریم در همو خانه خودمون، حجاماتون میگیریم ان شاء الله.
حج خیال منم فهمونده تونستم گراجدانی روسیه باز میگم $1250 $1500 یا ماهش $1250  15 روزش گراجدانی تاجیکستان $2500 و اگر که بخواهی که یا ماه بسی $3000 نمره قاری آیت الله هستن انشالله صلاح عمره میتونه به حضور بره سری بلند خانه خدا. دوستان عزیز همین قشا بگم تو که الله شاهده حسیاتی که من خوندم الحمدلله با یاری خدا و دستگیری برادرها رفتم اومدم اسیسای برادرها مقصد من حج رای کردم او حسیاتی که در خانه خدا میبینه او جایی که صحابه ها برای ما جنگ کشیدن جان باختن که تا این اسلام پاک اومد به ما رسید اون احساسات اون جاهای مقدس جاهایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برمان خطی حضرت عمر میبخشید خطی حضرت ابوبکر در غار بجاشید جایی که اسلام قبول کرد حضرت جبرائیل اومد مقصد اقرا جایی که قبول کرد اسلام جایی به پیغمبری مقصد همون چی میگن اوجه با پیغمبر ما افضل چید با همون خودی دوستان عزیز میتونه او جاها را برای بچه‌ش سر ببینی خانه خدا را وقتی از نزدیک میبینی او احساسات ای زن ای فرزند ای پدر ای مادر از همه بالا است که و یا را به سخن گفتن نمیشود میگن شنیدن کی بود مانند دیدن با همون خودی برای جای مقدس از حیاتون کدمه که شرایط داره باز میگم نفروش همتون با قرض داشته بعد بره کدمه شرایط داره دوستان عزیز به حضور بره انشاءالله خانه های خدا را ببینه جای مقدس جای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قبرش جایی که مقصد صحابه ها 70 صحابه شهید شدگی خصوصا که امیر حمزه شهید شدگی دوستان عزیز جای جنگ های احد جای مقصد جنگ خیبر خندق همه جا را با چشم سر ببینه همین قچز میمونه در دنیا میدوی هیچی با اون خاطر بره به همین کدمه دیاش باشه ولی پیرش هم برم نه ما نمیدونیم فقط چی میشه با هم خاطر بره خانه خدا را ببینه با چشم سرتون کمک اوجا با آدم که اگر در حقیقتا ایمانی کامل داشته باشه از اوجا بیا حیات زندگیش معنویات زندگیش دیگه میشه دوستان این گپی من حقیقت داره کسی رفته خانه خدا اومده اوجا میدونه متاسفانه بعضی برادرای و خواهرای هستن میرون با چشم سر میبینن عذاب پیغمبر رو میبینن چه عذاب ها کشید که اسلام پاک به ما رسید متاسفانه میان با همون حرحنگه با همون رقصگی و دینگیشون خداوند هدایتون کنه و هم خاطر به عزت نفس هیچ قد نمیرسیم رقم در اکران قاری آیت الله انشاءالله میگیره روان میکنه به درس بچی با باریکم السلام علیکم و رحمت الله ای جوسی میتونه انشاءالله با باریکم به در خدمت خلق باشه اکای قاری آیت الله در خدمت خصوصا مردم تاجیکستان السلام علیکم و رحمت الله کلا بارک الله دقت